سلام دوستای عزیز، بازم به برنامه آشپزی یوتیوب چینل ما روز میدیا یس ای خوش آمدین. امروز میخوایم براتون روش یک نوع غذا است تهیه کنم. ابتدا اول روغن میندازیم دیگ. البته یا همه به ترتیب جور میکنم، بعد از اون سر چوله آتش میمونم. بعدا گوشتا را آهسته میچینم دنبال. ببینید به ترتیب آهسته سر به سر میچینم که باز بخار میده میشه. مواد لازم روش عبارتند از گوشت، سیر، روغن، کچالو، مرچ، زردچوبه یا مساله، نمک می باشه. حالا ایره که چیندیم کچالو رو هیچ نه پوست میکنم نه توته میکنم، به خاطر از اینکه همراه گوشت همزمان بشاره. هیچ او نیمتم. اینم تو به ترتیب داخل دیگ بخار، البته این روش که است در دیگ بخار پخته میشه. مواد رو در سرشان پاش میکنم. از سیر، نمک به قدر ضرورت، همین ترتیب مرچ. به خاطر طعمش مرچ هم استفاده میکنیم. زردچوبه و مقدار ضرورت هم و دیگ میبرد. خب این همیش به این ترتیب میچینیم. بعد از او در دیگ بخار و مدت 40 یا 30 دقیقه در بخار میمونم. سرش محکم میکنم. سرش به این ترتیب بسته میکنم. هیچ او نمیبردیم. در این نوع غذا هیچ او نمیفته. خود گوشت او میکشه، آهسته خود سر روغن میکنه تا مدت معین سر آتش میمونم. خب دوستای عزیز، بعد از 40 دقیقه بخار که دادیم دیگه ما تیار شد. حالا میبینین به این شکل میکشیم. یه ذره از لعابش البته این لعاب خاص نداره، روغن از زیادتر می باشه، چرا که ما تمام گوشت همراه کچالو و سیر و نمک بخار دادیم همراه مساله به این شکل. نمک ذره یک کوشش میکنیم. همراه مرچ تازه تزیینش میکنیم. اگه نمک کم بود سرش کم پاش میدیم به این شکل. کمکی شور نشه. خب این بود غذای دلخواه ما روش. شما حتما امتحان کنین. تا برنامه بعدی خداحافظ تان. لایک و سابسکرایب ما فراموش نشه.